یعنی کامل نمی شود تا در لحظه که شما را یا رسول الله از مالش، از جانش، از زن و فرزندانش، از پدر و مادرش زیادتر دوست ندارد. پیغمبر خدا گفتن یا عمر وقتی این سخنی عاشقانه را که گفتی خودت چگونه پیغمبر تا دوست می‌داری؟ حضرت عمر گفتن یا رسول الله این انت احب الی من کل شیء الا نفسی. گفتن حبیب خدا شما برای من عزیزه از تمام دنیا، حتی از پدر و مادر و زن و فرزند و مال غیر از جانم. چیکار کنم که این جان برای من عزیزتر است؟ رسول اکرم گفتن یا عمر الان حال ایمان تو هم کامل نشده است تا در لحظه که از جانت زیادتر دوست نداری. در همین حالت حضرت عمر راست از جاشان خیستن و گفتن یا رسول الله اینی انت احب الی من کل شیء حتی نفسی. شما عزیز است یا رسول الله برای من از تمام دنیا غیر حتی که از جان من زیادتر. حالا عمر یک جان دارد یا رسول الله، اگر 1000 جان داشته باشم فدای شما باد یا رسول الله. اگر 1000 جان داشته باشد عمر فدای پیغمبری بزرگوار بود. در همین حالت بود که آیت کریمه از جانب خداوند فرستاده استعیذ بالله النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. حبیب خدا تو برای این امت تا اون قدر وزن و تا اون قدر ارکگی و محبت داری که اگر امت از جانش زیادتر دوست ندارد، این امت همه مال و ثروت و پدر و مادر و زن و فرزند و حتی جانشان رو فدا نکنن ایمانشان کامل نمی شود. بنابراین این پیغمبری بزرگوار برای ما امت آخر زمان که مهرش به جان خریدیم، ما مصطفی ندیدیم، نامی خوشش شنیدیم صلی علی محمد، ما پیغمبر ندیده ایمان داریم. خوشا به حال ابو بکر و عمر، خوشا به حال عثمان و علی، طلحه و زید و زبیر، حسن و حسین و صحابه ها که با پیغمبر خدا می نشستند، با پیغمبر خدا صحبت داشتند، چهره مبارک ایشان هر روز تماشا میکردند، با پیغمبر خدا در محفل و در مجلس ها اشتراک میکردند. اما ما امت آخر زمان که ندیده ایمان داریم جان منفدای تو باد یا رسول الله. این جان برای این امت هیچ ارزش و قدر ندارد. این امت تو را دوست می‌دارد یا رسول الله. این امت برای تو همه چی را فدا میکند یا رسول الله. با تعبیر محمد اقبال لاهوری می‌فرماید که گر به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب می‌گردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم دیر، سینه ای تو از بتان مانند غیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. وقتی که عزیزی من از پیغمبر تو پیروی نداری، پیغمبر تو نمیشناسی، ارتباط امتی با پیغمبر نداری، باید من امتی محمدم گفتن در نام او را آلوده نکن. حضرت حافظ هم گفت است که 1000 بار شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو مرا نمیشاید یا رسول الله. اگر در یک روز 1000 بار دهان منو با بهترین گلاب ها و مشک ها هم کشیم، این کمال بی‌ادبی نام پیغمبری خدا را گرفتن. زیرا اینکه پیغمبری خدا شخصی که پروردگار از فوق آسمان ها از همه بلندی های بلند نام او را یا ایها النبی و یا ایها الرسول گفته فریاد میکنه. از فوق آسمان ها برای محمد ابن عبدالله سلام و صلوات میفرستد. استعیذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پروردگار میگه من که خدای عالم هستم، رب العالمینم، با جمیع ملائکه هم به این پیغمبری محبوب سلام و صلوات میفرستانم. یا ایها الذین آمنو، هر کسی که ایمان دارد به خدا و به رسول و به روز قیامت، صلوا علیه و سلموا تسلیما. هر وقتا که نام پیغمبر شنیده ای مردم دهناتون را آب گرفته نیسته، برای او صلوات فرستانه.
هر وقت نام پیغمبرتان که شنیده برای پیغمبرتان گویا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. این پیغمبری که تمام حیاتش برای تو صرف کرد، از من و تو هیچی طلب ندارم مگر یک بار صلوات فرستادم. بنابراین در حدیث ها میخوانیم که رسول اکرم گفتند کسی برای من یک صلوات فرستاند، از عشق و محبت و مهربانی پروردگار 10 بار برای او صلوات میفرستاند. جاء فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، رسول اکرم میگن روز من نشسته بودم که جبرائیل برادر عزیز من آمد، فقال لي يا محمد قد جئتك ببشارة لم آتي بها أحدا قبلك ولا بعده. جبرائیل گفت حبیبی خدا محمد صلی الله علیه وسلم، برای تو من خوشخبر آوردم، مژدگانی آوردم که چنین خوشخبر هرگیز به یگان پیغمبری که پیش از تو گذشته بود نه آورده بودم و این چنین بعدی گذشتن تو هم من این تو خوشخبر نمی بیارم. رسول اکرم علیه السلام در حال سر در سجده شکر ماندند. بعد از سجده برداشتن و گفتن جبرائیل این چی خوشخبر است که من به وجه آوردی؟ گفتن یا رسول الله خدا به تو سلام گفت. بعد از سلام گفت که اگر هر که از بندگان من و امت محمد صلی الله علیه و سلم در کدام محفل مجلس مراسم نشسته باشند، در این محفل اگر نام مبارک شما ذکر شود، اگر مردم از عشق و محبت و اخلاصی که به شما دارند بر شما و شنیدن نام شما با مجرد شنیدن نام مبارک شما بر شما صلوات فرستانند، والله اگر راستا باشند ناشیشته خدا گناهشان میبخشد و اگر شیشتگی باشند ناخسته خدا گناهشان میگذرد. همین گپ گفتگی ده که رسول اکرم دوباره سر باز به سجده ماندند. هزار شکر پروردگار که خدا برای این امت آخر زمان، این امتی که پیغمبرش ندیده است و ایمان آورد، اینقدر راههای آسان، اینقدر راههای برای بخشش گناه و عصیان و معصیت انسان، اینقدر راههای فراخ کرده است که فقط توفیق الهی در کار است که از این راه استفاده بود. فقط توفیق الهی در کار است که از این راههایی که سبب بخشیدن گناه بنده می شود استفاده بود. برادران عزیز، حسن بصری رضی الله عنه که از اولیاهای متقدمین است، ایشان خیلی آدم کلانم، در تاریخ اولیا خیلی نفوذ دارند، حتی که در خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت کلام شدگی‌اند. در کتاب تذکره اولیا خدا رحمت کند صاحب کتاب میگوید که حسن وقتی میلهک بود، وقتی از مادر تولد شد میلهک بود، خردسالک 5-6 ساله 7 ساله کودک نو رهگرده کرون نو اکنون بازیگرک شد روی حولی میگردد، در صحنه های حولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چرخ میزد. حتی که میگه رسول اکرم در پیشتاق خانه شان یک کوزه آب بود، دائم از اون کوزه آب می نوشیدن. رسول اکرم روز از روزها بر آمدن که کوزه آب خیلی آبش کم شده است. از خانواده پرسان کردن که این آبی کوزه من کی نوشید؟ گفتن که یا رسول الله حسن نوشید آبی کوزه شما. حضرت تبسم کردن و گفتن که نصف علم حسن گرفته است و مجرد نوشیدن این آب نصف علم حسن گرفته است. نصف علم و تقوار حسن از خود کردن. در حق حسن بصری دعای خیر کردن. وقتی حسن به کمال رسیده بود، عالم ولایت در چرخ میزد، روز از روزها یک زنی صاحب جمالی مؤمنه خیلی زنان ولی بودگی است، اهل علم بودن، در حالتی که حضرت بالای منبر جمعه بودن داخل مسجد، این مادر گریه کنان نزد حسن بصری آمد. حضرت پرسیدن که مادر جان شما چرا اینقدر فغان داره گریه میکنه؟ گفتن که استاد بزرگوار، پیری بزرگوار، دختری من یک دختری دوایه و کمال داشتم، 2 روز 3 روز باز که از دنیا گذشت و در عالم قبر است. لیکن تعجب اینجا است که از روزی که در قبر ماندم شد 3 روز و 4 روز میگه هر شب خواب میبینم در درون دوزخ.
هر شب خواب میکنم که در قعر جهنم است حضرت جان. نمیدانم که چی سیر باشد. دختر من صالحه بود، دختر من خدا را میشناخت و دوست میداشت، نمازاش را میخواند، با حیا و با ستر بود، لیکن نمیدانم که سیر در کجا است که 3-4 شب است که دخترم من در خواب در قعر دوزخ میبینم، اما هیچ چیز فایدهش نمیکنه. هرچند تلاوت قرآن میکنم، هرچند احسان میکنم، هرچند خیر میکنم، هرچند دوتاز میکنم که دختر من نجاتم، فردا باز خواب میبینم در جهنم، باز خواب میبینم در جهنم. چه میشد که حضرت یک مراقبه میکرده یا در حق دختری من یک دعای میکرده از منبر پیغمبر خدا. یگان سهل و کمبودی اگر در زندگیش داشته باشد، خدا بخش دختری من، زیرا دختری من طاقت عذاب ندارد. ثانی حسنی بصری گفت مادر جان شما من این شب مهلت من استخاره کنم، فردا بعد به من جوابش میگویم. زنک دلش پر شد و از پیش حسنی بصری باز به خانه‌اش آمد. حضرت امام حسن بصری رضی الله عنه شب نماز خفتن با مردم در جماعت خواندند، مردم جواب دادن و خودشان خانه‌شان آمدند، طهارت کردند، وضوء نو گرفتند، تهجد خواندند، با پروردگار خود استخاره کردند درباره این دختر. حسن بصری میگه بالای جای نماز بود که اندک غنابم بود، در بالای جای نماز حالی نخسته همونطور نشسته بودم ذکر کردن، نشسته بودم که یک میچه غنابم بود، با مجرد غنابم بردن خواب دیدم خدا پرده های قبر دختر از پیش چشمم برداشت، دیدم که دخترک در جنت در بالای تخت و زر و زیور جنت بازی کرده ایستاده است. حضرت میگه پرسیدم خواهری از این دختر نور چشم من، تو دختری فلان مادر نیستی؟ تو که بله حضرت من همونم. 3 روز است که مادری تو پیش من میبید، تو را در دوزخ میبیند، من این شب تو را استخاره کردم، تو را در جنت میبینم. گو که آره حضرت این 3 روزه که مادر من خواب دیده، در حقیقت من در درون قعر جهنم بودم. تنها من نه بلکه 70,000 انسان در قبرستان خواب است، همگی در دوزخ بودیم. دین روز مادری من بعد نماز عصر از حضور شما بازگشت و آمد خانه. به پیش این قبرستان که ما در او خوابیم یک مرد مسلمان گذشت، آمد و ایستاد رو پروی قبرستان، دستاش پیش برگرفت و 100 بار صلوات با پیغمبر بزرگوار سپارید. گفت که الها من دیگر چیزی ندارم که به این مردگان هدیه کنم غیر این 100 بار صلوات. همین 100 بار صلواتی که من خوندم از نام من در حق همین مرده ها قبول کن خدایا، با حرمت همین صلوات من عذاب قبر از این قبرستان برداشته کن. این مرد کی بود نمیدانم. حضرت گفت با مجرد همین دعا را کردن، مناجات کردن و رفت، پروردگار یک منی بلکه 70,000 نفر یک دم از آتش دوزخ آزاد کرد به خاطر 100 بار صلواتی که این مرد سپارید. حسن میگه من چشمام باز کردم و گفتم هزار شکری پروردگار که برای صلوات فرستادن به پیغمبر بزرگوار خدا عذاب قبر برداشت.